این مدل از چیپ ها یا آیسی هایی که اغلب در مدارات کوچیک و ارزون استفاده میشه و معروف به آیسی های قیری یا زغالی هستن و حالت کروی و رنگ سیاهی دارن و مثل یه آدامس به کیت یا بعد مدار چسبیدن که در انگلیسی بهش میگن چیپین بورد یا COB یا کوب. اگر این مدل از آیسی ها بسوزه باید در اکثر موارد کل مدار را عوض کرد و نمیتونیم آیسی را تعویض کرد، یعنی اصلا روشی وجود نداره. قبل از اینکه ادامه بدم اجازه بدید یکم مقدمه سازی کنم. هر آیسی شامل تعداد زیادی ترانزیستور، مقاومت و خازن هستش که بر فرض مثال اگر شماتیک OP-Amp 741 در گوگل سرچ کنید با همچین چیزی روبرو میشید که از 22 تا ترانزیستور، 12 تا مقاومت و یک خازن تشکیل شده که اگر بخوایم عین همین را روی یک PCB نصب و لحیم کنیم هم فضای زیادی اشغال میکنه و هم هزینه بر هستش. ولی شما به راحتی میتونید با خرید یک آیسی OP-Amp 741 همون کارهای مدار رو داشته باشید بدون یک سر سوزن تفاوت. حالا آیسی از چی تشکیل شده؟ هر آیسی شامل یک قالب یا دای هست که نقشه شماتیک را روی اون با فناوری‌های خاص به صورت نانومتری چاپ میکنن که در ویدیو بالا طریق درست شدن یک آیسی از 0 تا 100% توضیح دادم و فقط کافیه روش کلیک کنید. از اینجا به بعد دو حالت داره. اولیش این که قالب یا دای را داخل پکینگ های مختلف قرار، پرس و یک لبل روشون قرار میدن و دومیش این که مستقیما روی برد وصلش میکنن و مقدار چسب قیری مشکی روش قرار میدن که آسیبی بهش نرسه. کاربرد آیسی قیری در بردهای الکترونیک درجه 3 و بی کیفیت معروف به بردهای ارزناچینی یا با ساختار عجیب غریب امتیکا مورد استفاده قرار میگیره و متاسفانه الان هم در بعضی از بردهای بی کیفیت مورد استفاده قرار میگیره. موارد استفاده در بعضی از اسپیکرها، در بعضی از کیبوردهای شرکت‌های متفرقه، اسباب بازی و ماشین حساب و هر چیزی که فکرشو بکنید. حالا شاید بپرسید چرا از این نوع آیسی استفاده میکنید؟ عجله کار شیطان است و جلوتر توضیح میدم. در زیر ماسک یا پوشش نیمه سخت و تیره یا به قول عوام قیری یا زغالی، قالب یا دای به طور مستقیم بر روی برد قرار میگیره و لحیم میشه و در نهایت برای محافظت یک ماسک یا پوشش سیاه رنگ روی اونها میپوشونن. طبیعیه که در این آیسی ها برد خود جزئی از آیسی و برای تعویض باید کل برد عوض بشه. در شرایط خوب نمونه هم وجود داره که بردی که آیسی قیری بر روی قرار داده از بقیه مدار جداست و به راحتی فقط همون تیکه قابل تعویض. البته نظر من این نیست از این نوع چیپ استفاده بشه یا استفاده نشه. این فناوری کهنه دهه 80 میلادی بهتره که مورد استفاده قرار نگیره چون زباله الکترونیکی کمتر تولید میشه ولی برای تولید فناوری ارزون تا جایی هم مفید و کار راه انداز بوده. به طور خلاصه آیسی قیری یا چیپان بورد معماری قدیمی، ارزون و مدت زمان کارکرد بسیار پایین و کم خلاصه میشه. چون پکینگ کردن آیسی های کمی هزینه بره و همین یه مورد بیش از 50% بودجه، زمانبندی و افزایش نارضایتی کاربر را به خود اختصاص میده. ولی مشکل اینجا نیست، بلکه مشکل اصلی فناوری MCM یا مولتی چیپ ماژوله که به فارسی میشه ماژول چند تراشه‌ای. در این فناوری که در اون چند آیسی با وظایف مختلف گنجانده میشه. البته این فناوری پیشرفت کرد و غول تکنولوژی یعنی شرکت اپل از چیپ یک پارچه M2 Pro رونمایی کرد که واحدهای گرافیک، پردازش، رم، هوش مصنوعی و خیلی چیزای دیگه رو در یک آیسی قرار داد. ولی مشکل اینجاست که چینی‌ها همین کارا با بی کیفیت ترین حالت ممکن انجام میدن. اجازه بدید که با یک مثال به شما نشون بدم. برای ما یه دسته آوردن جهت تمی که از روی قیافه کاملا داد میزد که فیکه. در اینجا یک دسته کنسول پلی‌استیشن 3 اصلی و یک فیک یا همون تقلبی داریم. در دسته اصلی هر آیسی وظیفه مختص به خود داره. یکیش وایرلس رو کنترل میکنه، یکیش آنالوگ رو پردازش میکنه، اون یکی مخصوص شارژ دست است و یک آیسی بزرگتر همه رو کنترلش میکنه. ولی در دسته فیک ممکنه چندین آیسی رو به صورت سلیقه‌ای با هم میکس کرده باشن که هیچ جایی نمیتونید عینش یا دیتا شیتش رو پیدا کنید و همین باعث میشه که هم هزینه کم بشه و هم تعمیرش غیر قابل انجام چون هیچ کدی، پارت نامبری یا چیزی روش چاپ نشده و شما نمیتونید برید عینش رو بخرید و برد کاملا از کار افتاده و تنها میتونه از قطعات دیگه مثل خازن، مقاومت و غیره استفاده کنه. شکلی معماری این مدل چیپ در شرق آسیا، کشورهای در حال توسعه دهه 80 میلادی برای کم کردن هزینه تولید و بیشتر در کشورهای ژاپن و کره در همون دوره 80 میلادی مورد استفاده قرار میگیره. البته امروز جایگزین‌های متنوعی حتی در زمینه کاهش هزینه وجود داره مثل مایکروچیپ، ولی هنوز در بین تولید کننده های بردهای الکترونیکی رد پایین آیسی چسبی طرفدارانی داره. جنس پوشش آیسی قیری چیپ نوعی مخلوط آزمایشگاهی خمیر سیلیکون به علاوه قیر آزمایشگاهی که حرارت پذیر بوده و پس از سرد شدن پوشش نسبتا سختی پدید میاد. هم مقداری هم مخلوط اپوکسی و کربن هم میزنن تنگ
رنگش. برای همین بعضیا بهش میگن آیسی قیری. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و ساب و کامنت یادتون